سلام عرض میکنم به تمام هموطنان و دوستان. من سلام واقفی هستم، مدرس زبان ترکی استانبولی و انگلیسی. امروز هدفم اینه و امیدوارم که از طریق این ویدیو بتونم به دوستان علاقه‌مند کمک کنم تا کمی با سوالات و جملات ساده آسان ترکی آشنا شوند. همونطور که ببینید در صفحه نوشته درس پروگرامı، یعنی برنامه درسی، و امروز کلمات و جملاتی که یاد خواهیم گرفت چارچوبش همینجا توضیح داده شده. اول از بو و بونلار شروع میکنیم. بو به معنی این می باشد و بونلار به معنی اینها. اگر توجه کنید وقتی پسوند لار میاد کلمه جمعی می شود. شو و شونلار هم همونطور به معنی این می باشند، فقط اینجا مسئله اینه که همونطور که در انگلیسی فرق بین دیس و دت هستش، دیس و دت فرق دارند، تو ترکی هم بو و شو فرق دارند. یعنی وقتی جسمی که بهش اشاره میکنیم کمی دورتره، اون وقت به جای بو از شو استفاده میکنیم. او و اونلار هم به معنی آن و آنها می باشند، اما این کلمات برای اشخاص نیز قابل استفاده‌اند. یعنی او به معنی وی می باشد و اونلار به معنی ایشان. اما کلمات سوالی نه و کیم، نه به معنی چی و کیم به معنی کی است. یعنی وقتی ما جمله می سازیم و آخرش میگیم نه، در اصل میپرسیم چیست. دیگه به کلمه است نیازی نیستش در زبان ترکی استانبولی. و کلمه بیر هم به معنی یک میباشد که تو همین جملات ساده وقتی جمعی نیستند بسیار مورد استفاده قرار دارد. در کنار صفحه میبینید که یه قسمتی هست به اسم صفاتlar. صفاتlar یعنی صفتها. اینجا 6 تا صفت هستش که بیشتر مورد استفاده قرار میگیرن. سیاه به معنی مشکی، سیاه می باشد. بیاز به معنی سفید. büyük یعنی بزرگ. küçük یعنی کوچک. genç یعنی جوان و yaşlı یعنی پیر. و در ته صفحه میبینید که حدود 10-12 تا کلمه هستش که امروز در مثال هایی که میدیم و در جملاتی که میسازیم از اونها استفاده خواهیم کرد. اینها رو هم ترجمه کنم به فارسی. کتاب به معنی کتاب می باشد. کلم یعنی مداد. ماسا میز. او خانه. ایلاچ دارو و کدی گربه. و برای اشخاص هم این 5 کلمه هستن. کز یعنی دختر، توریست که همون توریسته. öğrenci هم به معنی شاگرد می باشد، هم به معنی دانشجو. دکتر که همون دکتر می باشد و آدم به معنی مرد است. اولین موضوعمون هست بو و بونلار. اینجا از سوال نه یعنی چی استفاده خواهیم کرد. سوالمون هست بونه یعنی این چیست. در جواب به عنوان مثال میتونیم بگیم بو بیر اف یعنی این یک خانه است. اما اگر بخوایم بیشتر توصیف کنیم میتونیم بگیم بو büyük bir ev یعنی چی؟ یعنی این یک خانه بزرگی است. چون بیر ev یعنی یک خانه، büyük bir ev یعنی یک خانه بزرگ. و اما اگر جمعی بشه اون وقت میشه bunlar ne یعنی اینها چی هستند، اینها چی هستند. در جواب میتونیم بگیم bunlar kitaplar. و یا اگه باز بخوایم بیشتر توصیف کنیم bunlar küçük kitaplar. و همین ساختار رو میشه با بقیه کلمات هم همچنین استفاده کرد. کلمه شو و شونلار هم استفادهش دقیقا همینطوره، فقط با همون فرقی که گفتیم که
جسمایی که براشون شو استفاده میشه دورتر هستن. مثلا bu bir ördek وقتی اردک نزدیکه، bunlar ördekler وقتی جمعی بشه. ولی وقتی دوره şu bir maymun و جمعی şunlar maymunlar، همونطور که در صفحه هم میبینید. و درباره او و اونلار یعنی آن و آنها، اول استفادهش رو به عنوان نه یعنی چی خواهیم دید، یعنی برای جسم ها و چیزهای غیر شخصی، غیر اشخاص، و بعد استفادهش رو با کیم. وقتی میپرسیم اونه یعنی آن چی است، در جواب به عنوان مثال میتونیم بگیم او bir masa یعنی آن یک میز است. همونطور که میبینید از کلمه است استفاده نمی کنیم، در واقع فقط میگیم آن یک میز. و اگه بخوایم بیشتر توصیفش کنیم او beyaz bir masa، همونطوری که گفتیم بیاز هم به معنی سفید بود. در نتیجه وقتی میگیم او beyaz bir masa داریم میگیم که این آن یک میز سفید است. ولی مسئله اینه که ما در ترکی همونطور که در فارسی هم هست برای حیوانات هم از او و نه استفاده میکنیم، از کیم استفاده نمی کنیم، همونطوری که برای جسم ها و اشیاها استفاده میشه. یعنی وقتی راجع به یک حیوان سوال میکنیم نمیتونیم بگیم او کیم، باید بگیم او نه و در جواب مثلا میشه او bir kedi، کدی هم که یعنی گربه. وقتی جمعی بشه میشه اونلار نلر. البته اینم بگم که در ترکی استانبولی که روزمره صحبت میشه خیلی بیشتر از کلمه جمله اونلار نه استفاده میشه، یعنی پسمند لر رو زیاد نمیارن، ولی خب شیوه رسمیش همینه. در نتیجه وقتی سوال بشه که اونلار نلر میتونیم در جواب بگیم اونلار ماسالار یعنی آنها میزها هستند. اما اگر دقت کنیم اگر بخوایم بگیم آنها مدادند، آنها مدادها هستند، میگیم اونلار کلم لر. اینجا از لار استفاده نمی کنیم. این هم دلیلش بستگی داره به گرامر ترکی. میشه اینطوری خلاصه کرد که وقتی آخرین حرف صدا داره کلمه مد نظر آ می باشد، اون وقت پسوندی که میادم باید کلمه آ را داشته باشد. ولی اگر آخرین حروف صدا داره کلمه که استفاده میشد ا و یا ای باشد، اون وقت پسوندی که میاد باید ا داشته باشد. یعنی ما نمیتونیم بگیم کلم لار یا ماسالر. البته این مسائل پیچیده‌ایه که با مرور حل میشه، چون هم دانشجو یا شاگرد یا مهاجری که در ترکیه است عادت میکنه گوشش و هم در آینده امکانش پیش میاد که شاید بیشتر توضیح شود. ولی وقتی میخوایم برای اشخاص استفاده کنیم اون وقت دیگه میگیم او کیم یعنی او کی است. در جواب به عنوان مثال میتونیم بگیم او bir kız یعنی او یک دختر است. اگر بخوایم بیشتر توصیف کنیم میتونیم بگیم او genç bir kız یعنی اون دختر جوونی است. genç به معنی جوان بود و genç bir kız میشه یک دختر جوان. و یا همونطور که میبینید میتونیم بگیم او bir doktor یا هم او yaşlı bir doktor. yaşlı bir doktor یعنی دکتر پیر. و اگه جمعی شود onlar kimler، اینم باز در زندگی روزمره لر آخرش یعنی پسوندش زیاد استفاده نمیشه، بیشتر میگن onlar kim. در جواب میتونیم بگیم onlar turistler یعنی آنها توریست ها هستند. همونطور که میبینید چون در کلمه توریست هم آخرین حرف صدادارمون ای هست نگفتیم لار، گفتیم لر یعنی توریستler. و یا onlar öğrenciler و یا onlar yaşlı adamlar. چرا؟
چون وقتی میخوایم بگیم آنها مردهای پیر هستن یا آدمlar مردهای پیر، آدم آخرین حرف صدادارش هست آ. در نتیجه باید از پسوند لار استفاده شود. همونطور که گفتیم همین ساختار میشه با تمام بقیه این کلمات و صفت‌ها استفاده کرد. برای اطلاع بیشتر میتونید به سایت و بلوگ من سر بزنید و امیدوارم که در آینده بیشتر فرصت اینو پیدا کنم که واضح‌تر توضیح بدم و موضوعهای دیگر رم بهش با هم بپردازیم. خیلی ممنون. متشکرم.